ببینید بارها شده شما پیش ما مراجعه کردید و من رد پای حجامت، رد پای زالو رو دارم روی اون قسمت واریسی شما میبینم. یه باوری وجود داره که با زالو، با حجامت این واریسا خوب میشه، در صورتی که این رگ‌های آناتومی هن و تا ریشه نارسایی ما درمان نکنیم، تا این رگ‌ها رو ما از بین نبریم، همینجوری این رگ‌ها بیشتر و بیشتر میشن و ریسک لخته و زخم رو بیشتر میکنن. بعضی وقتا ممکنه چنین باوری تو ذهنتون باشه که این رگ‌ها رو باید تخلیه بکنیم، سوزن بزنیم، خونشون تخلیه بشه و این واریسا خوب بشه، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست و اینها رگ‌های سطحی برجسته ناشی از رگ‌های ریشه‌ای نارسا و خراب شدن دریچه‌ها هستند. پس حتما حواسمون به اینها باشه و خدای نکرده ما خودمون رو در اختیار افراد نابلد و افرادی که مطلع نیستن نسبت به این داستان قرار ندیم، تا خیلی وقتا شده که به خاطر همین مسائل زالو و به خصوص یا کمتر حجامت دچار عفونت‌های پا شدین که اونم مسئله جدی و خطرناکیه و یه جوری از چاله به چاه افتادن. شما با یک واریس دچار یک زخم عفونت بیشتری هم شدین که باید حتما به متخصص واریس مراجعه بکنید تا بر اساس تشخیصی که وجود داره بهترین طرح درمان رو به شما پیشنهاد بده.